زر دلنشین لکوپکی محوش بود دلهایشان بیغش این جفت به هم پیوستند مهر و محبت بستند حیاتشان شیرین بود آرزوهاشان دیرین بود که بود شنیدن مانندی یک بار دیدن جانم توی ای پکی من جانم توی ای لکی من جانم توی در کاروبار زندگی راحتی جانی من توی در کاروبار زندگی راحتی جانی من توی این پکی من بالا باشد مردکی بیرم را باشد این پکی من بالا باشد مردکی بیرم را باشد عقلی رسایی پکی من هستمک از بالا باشد عقلی رسایی پکی من هستمک از بالا باشد ای لکی من یگانه باغ و مردگانه ای لکی من یگانه باغ و مردگانه هست و خوشی سیرم کنی بسیم و دیر در خانه هست و خوشی سیرم کنی بسیم و دیر در خانه ای پکی من جانم توی ای لکی من جانم توی ای لکی من جانم توی ای پکی من جانم توی ای لکی من جانم توی کاروبار زندگی راحتی جانی من توی در کاروبار زندگی راحتی جانی من توی در کاروبار زندگی راحتی جانی من توی پک او پک با چی میگوی دل بولک؟ دیدم خوابی عجایب و غرایب بگو گویم فولش را تدبیر و اعمالش را دخترمان اسب سوار اسبی سفیدی گلدار پرواز دارد در سما افشانده دست بر ما تعبیر خوابی من چیست؟ دخترمون اسب سوار اسب سفید گلدار و نپرسیدی اسب کیست در دهه خلاص نیست اسبم خیزد میپرسم عجب اسب گلدار هم بوده است دنیا باقی شده یک روزی بهاران بود غرقی گلی ریحان بود ناله طفلی نوزاد از آمدنش خبر داد میدانه غزالت زیبی میدانه مگیری چرخی میاد ای مگیری چرخی میاد لکو کن صدقی غزالت راحتی جو لکو کن صدقی
آمادم. تشنه و بده آب زیباست و خوش‌لقا و پری چهره بی همتا و شاه عالم باید دخترک پسند باید شیرین کامه میگیرم و یک تا جامه میگیرم یک دختری آلوفته این مویهایش به کد بفته و از بحر تو شاهزاده و کردمش من شناخته. بگو از کدام خانه برآمد؟ بگو از کدام خانه برآمد؟ از این خانه برآمد اینجا به آب اومد. کوزه به دست شد روان مثلی کپکی خرامان بگو به من بازیت باش چیتم کنم من رفتا چیتم کنم من رفتا شما مردی تاجرید تاجر این راه در خاطر گیرید راه بروید دیدن و جدیتر نخندیدم اینو نکنید باز خمتر
میانه کنید باز خمتر پیرتر شوید باز کمتر آفرین راه بیرونید با وقار و سوی کلبه یار میشه مرا انتظار زیر درخت کنار اون نفهمیدم من کافت بو میشه مرا انتظار زیر درختی کنار لبی آب سوم زدگی چاینک پری چای پیاله در سنگ زدگی رفتم لبی آب سوم زدگی ای واری 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 در وقتی گل شالی شمال دارد دختر خیال دارد شالی شمال دارد دختر خیال دارد ای واری ای الو یاره من داغم یا دوست اگه مکی خود روی درم کردم این یارکی را دوری خبر میکردم ایزالک لبایا چجونی رفته بین کی سال این یارکی را دوری خبر داری شما خواستگاری عجیب بخیر نیستید مناسب دختر از تو گورم ششتا برتا گورم بوز گوسفند بیشمار آره من از مهریار دختری ما جوان است او زیبیت جهان است جبری کلان می شود غمارمان می شود شما پیری لرزانه به حال و به مداره در خونه با زن داری 5-6 تا فرزند داری اکنون روید از اینجا این تحقیر از بحر ما دولت و سلطم رو پرتایم پیشی پایت راضی شوی تو شاید راضی شوی جمیل پیکر عشقت به دلم خنجر ای ماهی جمیل پیکر عشقت به دلم خنجر تو زن باشی من شوهر ای خوب روی زیبایی تو زن باشی من شوهر ای خوب روی زیبایی حیف است به تو بابا گفتی سخنی به جو حیف است به تو بابا گفتی سخنی به
فشی من دارم دختر با تو خوش دارم ریش و فشی من دارم دختر با تو خوش دارم یک بوسه طلب دارم ای خوب روی زیبایه یک بوسه طلب دارم ای خوب روی زیبایه ای بابا علم دارم من یار دیگر دارم ای بابا علم دارم من یار دیگر دارم از رنگ تو بزارم ای بابای رسوای از رنگ تو بزارم ای بابای رسوای یا باشد پوستم تنوک تو نپروند خوابا تنم شیرین میخورد او به حالش میفورد یک ماهی رو کفتم خیرت اکنون یافتم باز تو خوش میشود لک شادانه میزند چک چک شادانه بتلک حال میشم تو بکار چی موقعه؟ چی کار؟ بابا چون خوش نبود؟ پوستی پیدا شد لک حال میشم تو بکار از کجایش یافتی؟ او کجاها را کافی؟ خواستم کنم آبود در حالی حالش خوابی چونش کردم بدنم دیدم آن را در تنم عجب مردی زیرکی به خدا یک داغبکی کی باشد خود این بیسر دو دستم یک خوبت در صدا بکن که هستی هوشیار یا کی مستی در را کشا مهمانه ما از دیگر مکانه چی؟ در را کشا مهمانه ما از
با ما کی؟ مای خواستگاران از شهرکی عطاران. چی؟ خواستگاران؟ 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 خواستگاران خدا همین ما را خورد یک کشمشی ما را بود غزالت اینجا بیا زودتر رفته گوامون جوش حاضر غزالت اینجا بیا کرته نمد رو پوش بیار نونو پنیر حاضر غزالت اینجا بیا بیپس آشی پذیره نه کرده خواستگاران خواستگاری بزرگ است واهمش بسیار است از دختر کنن سوال تعریفش کن بملا آخه لیلکی جانم تعریف نمیتونم او پارینه گاو فروختی از صدایش نساختی تعریفت آسمانی بود قسمهایت نانی بود پارینه گاو فروختیم از سوداش نسوختیم اکنون کشا درت را کار فرما تو سرت را آیا بیشود مقصد همه کارها شود سخت پارینه گاو فروختیم از سوداش نسوختیم نسوختیم پارینه گاو فروختیم از سوداش داری لقرب شوی خانه پاک درای همه باشد مقصد ما شدن خیش و اقربا بفرمایید از بولو صحبت در پیش است بولو آمین شادان هر دل بود مرادتان حاصل بود الله اکبر خوش آمده
رحمت قرود باش ما قرود انا قرود انا قرود هستم من رفیق شاه همسرم رفیق ما پسرکمان دلادا نامکش باشد همراه شنیدیم اندر این ده دختری از همه به غزالکی جان بوده است عروسی جانان شده است پسری ما شندام با تمکین است و آرام هر انگشتش سکنه قوت و دل پدر بشرش مثل گور یه در کنم یه ایستاد رو داماتی ما شدن خوب چه زن دارد به این ما فرزندانش کراوان خانیه که خوابت کردیم تکلیفش رو رد کردیم خوب کرده داماد نوازنده میشد بویسی خنده آشونه بید آخری کاره آن ناخوش رفتم بیچاره کجا مال دخترتون؟ چرا
دخترم چای دم کن گلوی ما را نم کن روان کسی دروازه از بحری آبی تازه بیا دخترم زیبی خانه دارم زیبا است و خوشخیران مانندی می در جام دخترتان پسند است نرخ و نوایش چند است نرخ و نوایش اگر ما خدا شویم کش و اخره باشویم روز شوهرش شاید آشی پلاو فرماید ناگه آشش شود شو بازن شود ناجور کارشان کین و قهر شود زندگیشان زهر شود نه بدگمانی نشوید آن نیتی نکو باید اگر ما خدا شویم خیش و اقرب باشیم روز شود خیزانه بی حال و بی مداره پیش شویش نخیزه بر سرش تن نریزه چی می شود کارانگاه ما باید باشیم نه 120 مرغ آرم روغنی سوار آرم 10 کفش دلانه خوب ایران آرم از ایلاف نه ای ساقه چی زردی بلغار ای کوتش از پوستی مار و کفشکونش از بازار بوگرده دی آزار نه پدرش سویتو دارم برین جو هوشیار و چقان شده است گویا خواهش نمایم یا فرمایش
نمایم تا بچه هم آب برم از حوض آبی نبرم در بهر چینت شاید آبی نباد زم شود پسر سویت خم شود لغجیده افتد با آب جیگرم شود کباب وای علمی فرزندم پسرم جیگر بندم با تو چی شد دخترم؟ جان و دل و جیگرم بعد از تیوچه بختم من دختری سرسختم کسی بیزادت خوری و چرا تو گریه داری؟ غم شدم رو پیگیر بر دلم بزچوندی وای علمی فرزندم پسرم جیگر بندم کدام پسر ای جانم عروسکی نادانم بیکن گوشم و چجان دل پر از غم آرمان چی واقعا؟ چی گفت شو؟ بیره داری خود به خود؟ گوش کن جانم پاک چی میگوی جانم لک؟ خوابم پرید است ای پاک نوازش میخواهد لک چی میخوای نغزی من؟ بادام دو مغزی من دخترت در خوابی ناز بگو با من کمی راز در این شام عرفه رمضان میشه خفه چون نمایم حیفی عهدی دیروزه چیشی نیت دیروزه روزه رو خور روزه این که خوب
عقل او را روا می شود جانش رها دختری خوشفالک با عقل هستی و شور این سیره مخفی بیار کدوم سیره داده جان نگاه دارم من پنهان آخر با عیبی خروس روزه را خورده مفسوس خروس مرد خروس را باید خورد مشو هرگز خواته پنهان میموند این سیره زالکا نام بیا روی دستور خان کسو پس بیزن گپت را کارمون نشان است باید فقط شیشتا کن کنیم دایشتا حاضر روزت رو نفهمیدم روزت رو این خروسی به ایمان همدل شده با شیطان پس گوشتش حرام است خوردنش کاری خام است یا 500% راست این خروس دشمنی ماست برش پیش وفادار از گوشتی رو ما بزن بهترش بینان خوریم یا کفکی تلخان خوریم چی راز بود ندانم از آن تلخ شد نانم آوازش معما داشت سیتیز سوی ما داشت معما و روزش چیست؟ سیتیزی آوازش چیست؟ روزه خوردیم دو ساله فهمید عجب نیکی ما رو دید این گفت شاید آوازه شهر دارد در روزه اکنون شهر شربنده مردم به ما میخواه اگر رسد گرد به شاه پرتوی ما را بچه باید رویم نزد شاه کنیمش از حال آگاه چون میباید گفتگو تا مهربان شود بله نگمش با اصرار با گیره و تلخوزار گوساله تهمت چی است؟ چی است؟ شتا و غیبت چی است؟ غیبت چی است؟ مهم از گناه آری کارمون روزگاری چی میشود حالمون؟ یا رب شنو نالم خدا زد بر سری دروازه رو نکشو شما اینجا آگاهم من یک ندیمی شاهم چی روزی نحس ای خدا آوردی بر سری ما باید زود شب بیهان در زیر سبادان شما اینجا
باز نهایت غضبش باز کشور شاه جوان سلطان دور و زمان روزا آمد به این سرزمین به این ملکی نازنین کرد شکاری غزال ماهی و مرغ هلال و شاید کند آبوسی در لب حوضی قاضی و روبت اینجا را باید تا دل شاه کشاید چیزی که دارد آره داره از شاه نداره داره از شاه نداره بردم از این طبیعت من یک جهان حلاوت برای من معماست هده عزیزان و جواب شاهی دوران دادند این که از دستور به موی بس کم شور چیزی که دریق اصلا نداره اینک ما برو وردیم هر چی من بود آوردیم گیر این رو نوشی جان کن مشکلات رو آسان کن دیگر خواهش نداری بگو بدی هم یاری این شوی بهتر از جان مشکل ما کراسان تو مچی ها گساله باید کرده حالی مولا گساله را جزا ده دوا با دردی ماده دوا با دردی ماده بی سلام شوخیات کردی با شوخیات ما گساله رو ای یار از و پیشی ما بیار خورده با اشتهایش میدیه ما جزایش تشکر شیولم از چورم خوشحالم
و تو کارمون شود سر. دختر دی مالکا حسن و جمالش بجا شوهر دارد بیانه یا باشد دختری خانه؟ دختری خانه است تو. مرا یک گونه است. بیغش است و کوک است. مثل نهال توک است. تو بده بابای توکت را این بیغش و پاکت را. شود زیبی باغی من آرام و فراغی من کنم یکی خوشبختش زیبی تاج و هم تختش. صبر کنید یک دمک مصلحت کنم با جانم. رنجوریم و همگیریم. دخترم غزال من بود هم پر و پالی. پدر عروسی بشو خوشبخت شدیم به ناگاه. نظر خدا در پستی نه در بخار و مستی.